سلامی به همه دوستان گرامی، خوش اومدید به پارت دوباره از اول الدن. آقا این دفعه من اون یکی سیفم مثلا گم شد، سری قبل داشتیم رفتیم و اصلا هیچی بلد نبودم، ولی این سری با دست پر اومدم و میخوایم بیلدیو بریم که من تا به حال نداشتم. بیلد میج. من توی هیچ گیم سولزی تا حالا اصلا هیچ وقت نشده من بیلد میج رو بردارم، ولی این سری میخوام بردارم ببینیم چطوریه. یه اسپیس میزنیم و بنویسیم همین دیگه. آقا من لقب خاصی ندارم که بکنم اینم میشه. سنمونه، سنمون زیاد کار نداریم. بیلدمونم که میجه، اینم گیفتمونه، گیفتمونو میذارم این. چهرمونم میخوام یه چیز کاملا جدید بردارم. بیل سیاه رو بردارم، به نظرم جذاب بود، جالبه، خفن بود و همین دیگه. بیشتر از این کاری نداریم انجام میدیم. بریم موضوع استارت کنیم. این هم بهتون بگم که من وقتی دارم الان میگم چیزه اسمش چیه، مثلا بازی یاد گرفتم و تا حدی بلدم، دلیل داره. من یه اسکین دیگه ساختم با بیلد سامورایی، بازی رو تقریبا تا ته بردم و یه باس فایت ولی نتونستم باس فایت آخر بازی رو بزنم و همینطور اون اسکین الان رها شده و هنوز نرفتم بازی رو کامل 100% تموم کنم. من اصلا نمیدونم بیلدن اوکی واسه وقتایی که مجیکمون تمام میشه میتونیم از شمشیر هم استفاده بکنیم. حله داجمون هم که اوکیه و برو بریم. 2 جادو هم بهمون داده. بسکو نمیدونم کدوم میتونه خوب باشه، تا حالا امتحان نکردم، ولی بیاید بریم یه ترایی بریم واسه اینجا رو. واقعا به اون واسه اول بازی واقعا واسه سختیه و من تا حالا نتونستم این باسو وقتی شروع میکنم گیمو بزنمش. این سری تلاشمو واقعا میکنم ولی واقعا میگم نمیتونم بزنمش. بیا اینجا. او شیت. خب اوکیه بگاه رفتیم. او باید با این میزنم. آی بابا کلی جونم رفت که چقدر ویگور این اسکنه پایینی این بیلد. خب تموم شد. بریم شیلده خیلی خوبه آقا، اصلا شیلدش واقعا کارآمده. یه ضربه اولم جلوش نگیره، یعنی جلوی ضربه اولم نگرفت، انقدر این شیلد آشغالیه. شیلد مزخرف نموسم. من عشقی دارم ویدیو میزنم، یعنی اصلا این مدلی نیست که حتی به فکر درآمدشم باشم و لطفاً تو که میتونی از ما حمایت کن، واقعا به جایی بر نمیخوره، اتفاق خاصی نمیفته. بریم ادامه بازی رو فقط یه لایک کنید دل ما خوش بشه. این دانجنه هم نگاه نکنید بچه ها، اول بازی میتونید بهش دسترسی داشته باشید. یکی از راحت بگم سخت ترین دانجن های بازیه.
این آیتمایی هم که اینجا داریم میگیریم همه آیتمای آنلاینه. من چون دارم رو کنسول بازی میکنم و بازیم کرکیه، یعنی اصلا برای من تا من فرقی نمیکنه. آرمانمون خیلی داغونه، شیلدنم بر میدارم، خیلی کارآمد بود، یکم اذیت شدم. بریم پیش آقا واری، واری هر چی که صداش میکنم، ولی اول گریس. بچه اینم یه NPCه. باشه اینم یه NPCه. اول بازی میبینیش یه کوستلاینی داره، فقط این کوستلاینش بعدش اینه که واسه آنلاینه. خب تنها بعدش اینه که این کوستلاین آفلاینه. بزن بریم کلیسای اول، اگه بتونم اونجا اون گرگا رو بگیرم عالی میشه. ولی اول نه، فکر کنم اول باید بریم اون اسبه رو بگیریم. آره بزن. اول باید بریم اسب اون رو بگیریم، بعد بیایم اینجا و یه NPC دیگر رو ملاقات میکنیم که در حالت عادی و در روز نمیاد و شب پیش ما میاد. باشه بشین بایی گیرش. خب بزن بریم. بذارم اینجا که سلام دوستان. او دمش خوب میخورم، ولی از مجید دمج خیلی خوب میخورم و تنها بعدیش اینه که بگو اسمش چی بود؟ FP زیادی میبریم، آنه باشه اینجوری دارم نمیکنم. او اینم خیلی خوبه واقعا، ولی یکی نقطه زنتر من از این بیشتر خوشم اومد. اینه که اینجا باشون قرار بود درگیر بشیم، همینا بودن، فقط این سوکم یه مش میزنیم که شاخ نشه. با بیا برو دیگه. آقا لات میشن واسه ما گرازو. میش خیلی بیل راحتیه. فقط FP خیلی FP و افتضاح کم میده، از این لحاظ اصلا خوب نیست. اصلا من باید نصف پوشنایی که میگیرم و بزنم واسه FP که وقتی یه نفر خواستم اینجوری بزنم FP داشته باشم. یکی از بدی های بیلدشه دیگه، هر بیلدی خوبی ها و بدی های خودشو دارن. شما میتونید همین جوری بدونید که حتی یه لول بدید برید مارگیتو بزنید. واسه اولین باس اصلی که نمیشه گفت، ولی یه باسیه که در حال باید بزنید، راحت میشه زدتش. خب اینجا ما الان یه شخصیت رو ملاقات میکنیم که اسمش یادم رفته، میاد یکم با ما صحبت میکنه. یه درخواستش رو قبول میکنیم و بهمون اسب رو میده. این اسب فوق‌العاده است. خب حالا اسب رو میزدیم و برمیگردیم سمت چک. قبلش میتونید بیاید اینجا این مقطع رو بردارید. بعدش به سمت چرت حرکت میکنید. این خفاش هم درگیر نشید، دمیج زیادی میزنن. این سوسکایی هم که میبینید هر سری داره اسپام میشه، اینا کاری میکنن اینه که وقتی شما مثلا با اون انمیتون جنگیدید، این احتمال زیاد جوناتون رو برای حالا پوشن اسپیتون رو مصرف کردید، اینا رو میاد دوباره براتون پر میکنه و یه دور مثلا پای گریس نشستید. خب
رانی هنوز نیومده. من نمیتونم باید چی کار میکردیم رانی بیاد. او اینجا میتونیم خودمونم آپگرید کنیم سلامونو. پشمام چه جالب. من یادم یه صحبتایی بکنیم. هالو ببینید 2 تا جا هست واسه لول اپ. اول بازی خیلی خوبه. یکیش یه دانجنه که این دانجنه این سمته. این مجسمه هایی که این بالا هم هستن همیشه دارن رو به اون دانجن رو نگاه میکنن. میتونید از اینا هم کمک بگیرید. مجسمه هایی هن که اکثر جای بازی پیدا میشن و دارن یه دانجنی حالا بهتون نشون میدن. بیاید اینجا یه در میبینید. این در رو باز کنید و وقتی که وارد بشید یه گریس این روبرو هستش. گریس رو فعال کنید که بدین ادامه کارو. اول که وارد این دانجن میشید هیچ آیتم خاصی این روبرو نیست. فکر کنم یه گل بود فقط. اصلا اینجا نرید یه تلس. از سمت راست بیاید پایین تا اینجا سیف بود. اینجا اتاق باسه. دست دادن. اینجا اتاق باسه که باز هم نمیشه. باید بریم یه جایی اهرامی بکشیم. از اینجا بعد داشتم میگفتم من این موتوری رو باید رد کردن. از اینجا بعد این انمی ها بهتون حمله میکنن. بدون اینکه توجهی بهشون بکنید به این سمت بودوید. به پشت این دیواره با این سیریتوری آتیشش که رفت خیلی سریع بیاید اینجا بسید. اون پشت هم بسید که مخواستی انتظار نمیشه داره علکی اونجا هم نمید. بعد بیاید داخل این راه رو از این نردبون بیاید بالا. حالا اینجا 2 تا انمی هستن که میتونید بزنید شما، یا همین که مثل بنده میتونید هیچ کدوم رو نزنید. بیاید یه راست اینجا رو بپرید پایین. بیاید اینجا اینو فعال کنید. اینو بردارید بپرید پایین. این کاری که گفتم انجام بدید. بود دوید بیاید اینجا. قبل از اینکه وارد اتاق باز بشید یه سر بیاید برید اینجا استراحت کنید. مخصوصا اگه با اینا جنگیدید حتما این کار رو بکنید. این که میگم اینجا استراحت هم کنید برای اینه که با اینا دست از سرتون بردارن. خب مردم. بیلد میج واسه نزدیک اصلا خوب نیست. واسه اینکه باید یه فاصله یا حداقل باشون رعایت کنیم. اب نداره. او شت بارون گرفت. بذارید من پنجره رو ببندم بیام. من نمیدونم دیگه تابستون شد بارون چی میگه الان آخه. من که راضی هم هوا خنک‌تر میشه کمتر عذاب کشیم. حالا که ما سامن این گرگا رو نداریم بعدا فعلا برگردیم. اما یه چیز رو یاد آمد من هیچ سامنی ندارم. زدن این باز اگه بحث زدن این باز باشه که میشه زدش، ولی میخوایم این کار رو به صورت ساده انجام بدیم نه اینکه خودمون رو به نوعی اذیت کنیم. خب الان برگردیم به کجا؟ به پشت درای دروازه و اون قسمتی که به 2 راه تقسیم میشد و نقشه رو برداشتیم. خلاصش رو بگم اونجایی که نقشه رو برداشتیم میخوایم بریم. این هم درگیر نشه اصلا مهم میرسن دیگه. اسب داریم خیلی با سرعت زیادی از دستشون فرار میکنیم.
این جمپرم بعدا میایم سراغش برای پاکسازیش، ولی فعلا نه، فعلا این مسیر رو بس من ادامه بدید، پایشی از درگیر نشید. این جلوتر همین اینجا، دقیقا اینجا یه گریسه، این گریس بشینید. چرا اینجا افتاده رو نمیدونم. خب گریس نیاز نیست بشینید، ولی خب نشستید بهتر میشید. اینا تا اینجا نمیومدن. الان میریم تا یه کوستلاین رو شروع کنیم. کوستلاین NPC به اسم شریری. من تو نقشه مارکش کنم. باید بریم اینجا، اولین دفعه اینجا ملاقاتش میکنیم. شانس فامیار باشه این دراگونه الان نیاد خوب میشه. آره این بغل مسیرتون رو ادامه بدید، مثل من بیاید. سنگ قبضه چیزی هست؟ آره بینشون آیتم بود. آیتمشون رو برداشتیم. بعد الان کافیه که بریم زیر این پل ماننده، زیر این خرابه. اینجا میتونیم با NPC سامورایی بازی ملاقات کنیم. اسمش هم کنم شریری یا شریری بود. خب یکم که باش صحبت کنید بهتون میگه که برید این دراگونه رو بزنید بکشید. دراگونه کجاست؟ طبق مسیری که من دارم میرم بیاید. اگرم نخواستید خلاصه بگم اینجا. الان توی مارک 2 منه، مارک کردم برداریم به سمت مارک 2. من توی این مارک 2 منه. ای بابا همون جایی که یه گروهی آتیش روشن کردن و دور آتیشه بودن اینجا. یکم که نزدیکشون بشید یه دراگون از کجا میاد؟ اونها این دراگونه میاد میزنه دهن اینا رو سرویس کنه. میتونیم با شمشیر اگه بیلد دیگه ای هستی میتونید از شمشیرتون استفاده کنید. زیر بیاید و بزنید چای. زدن دراگونه اول بازی خیلی سخته. یه کوچولو لول آپ کنید تصفیهش کار آقلانه کردید. این هم مصرف کنم که ببینیم دراگونمون رو بزنیم. بودو دیگه بعد کجا رفت این احمد؟ اوه شت کشش هم باگ داده. اوکی خب بیل دراگون رو بزنید، بسید میاد من رو بزنید. ازش فاصله بگیریم ببینیم خودش اومد من دیگه ما میریم سمتش. بودو اوه
میتونید هم اون قسمت کورسلاین رو انجام ندید. اینا الان یادم افتاد بهتون بگم، اصلا نیازی نیست که حتما این قسمت رو هم توی کورسلاین انجام بدید. هیچ آیتم خاصی رو از دست نمیدید. آی با یه ضربه موزم خیلی نداره اصلا. گفتم نیازی نیستش که حتما باسفایتو بکشیم. الان مثلا از گیفتم هم استفاده نکردم. برحال الان میایم میدیم منطقه دوم که الان بهتون میگم کجاست. خب بدبخت شد. ببینید اینجا با این دراگونی که کاری نداریم، پس این دراگونه رو بیخیال شید. از همین مسیر ادامه بدید، از این دریاچه بگذرید، وارد این رودخونه بشید و تقریبا تا اینجاها پیش بیایید. بهتون میگم باید چی کنید. خودمونم بریم مطابق تحصیل با من بیایید. میتونید دراگونه رو اگه دوست داشتید برید بزنیدش. من میگم اصلا آنچنان نیاز نیست. میتونید اصلا برید وقتی قوی تر شدید برید بزنیدش. اصلا میتونید نزنیدش، چون کوستلاین این بنده خدا به همین چیزایی که اینجا هستش خلاصه نمیشه. الان ما وارد یه به قسمت دوم کوستلاینش میشیم که این قسمت دوم از نظر من ساده تره، ولی برای بیلد میج میتونه یکم درد سرساز باشه. با این غار که رسیدید خیلی سریع بیایید داخل غار، گریستون رو فعال کنید. من البته یه دور پای گریس میشینم، شما نیاز نیست بشینید. البته اگه این گیفت رو گرفتید، اگه قبل از من مثلا توی اون چرچ های اول این کار انجام بدید که چه بهتر، ولی اگه انجام ندادید اوه شید لول بیگورمون 9. وارد این قسمت بشید و این دکمه‌ای که من میگم رو بزنید. از این طریق شما الان یه دونه بیشتر چیز دارید، اسمش چی بود؟ فلاسک دارید که میتونید استفاده کنید. من یه دونه بیشتر میدم به ماجیکمون، چون میخوام با این بازی کنم، با این عصامون بازی کنم، عصای جادوییمون. یه مقدار جلوتر یکم بازی رو پیش ببریم، به یه سری چیزا میرسیم، یه سری انفجارهای قوی تری میتونید دریافت کنید. خب شما بیایید همین مسیر رودخونه رو یکم که پیش بگیرید، تقریبا همینجا که وایسید یه اینویدر اسپان میشه، ناشش این قرمز اسپان میشه. شما از دستش همین اول فرار کنید. بیایید این سمتی که دارم بهتون میگم، اگه میخواید راحت تر بکشیدش بیاید اینجا. ای زنسه چه خالی ده. خب الان همون NPC که بهتون گفتم شجیدی داره میاد کمک یکم. خب هیلمو پر کنم بریم بزنیم. کنم این بهتر بشه. اسکین تمام شد. نه این بهتر بود. داداش چی کار داری میکنی؟ اینا رو من میکشی که خب تمام. اینه که کشتی الان شریزی هم باش ناپدید میشه و شما یه شمشیر خوب میگیرید. واسه اول بازی شمشیر واقعا خوب کارآمدیه
ولی من نمیتونم استفاده کنم چون یه لول بالاترین. حالا کلاس سامورایی داشته باشید همین اول بازی هم میتونید استفادهش کنید. خب حالا که این دانشمون رو زدیم میتونید بیادیم ته که تقریبا اینجا ها ملاقات کنید این دوستانون رو. اینجا وایساده میتونید باش صحبت کنید، بهتون یه آیتم میداد، نه آیتم نمید، فقط باش صحبت کنید. انقدر که باش صحبت کنید که دیالوگوش ببینید تکراری شده، اون موقع یعنی دیالوگوش تمام شده و داره دیالوگای تکراری میگه، اون موقع میتونید بیاید ادامه بازی رو بدید. خب حالا که این کار رو انجام دادیم وارد غار شید، قراره بریم داخل غار رو اکسپلور کنیم. باز من اگه میدونستم رانی چطوری اسپام میشد، کی اسپام میشد، میتونستم برم ازشون رو بگیرم، ولی چون نمیدونم اون سامنا رو باید از کجا بگیرم بدبختی داریم. خب این مسیر رو بدوید، اصلا وای نستید. یه گروهی شروع میکنم پشت سرتون اومدن، وارد این فاگوال باشید. این فاگوال واسه باسه، باز به خودی خود اینجا نیست، وقتی میاد که این چسته رو بکنید. حالا اگه میخواید خودتون رو قبلش آماده کنید یا هر چیزی بدونید که حالا میتونید الان این کار رو انجام بدید. این چسته که باز کنید و آیتم توش رو بردارید، یه دیالوگ پخش میشه، یه یاروی از اون بالا میپره پایین و این داشمون باز فایت نکشیدش، یارو به هیچ وجه نکشید. اوی من سرویسی الان اسمشو تقریبا تا نصف بیاری دیگه شروع میکنه دوباره به شما دیالوگ گفتن و بعد دیگه وای میسته کاریتون نداره. بعدش شروع خیلی رندوم شروع میکنه رفتن سمت این دیواره. دفعه قبل هم همین اتفاق افتاد، یا اون میره سمت یه دیواری، نمیدونم کجا داره میاد چیکار میکنه ولی گیر میکنه. دیالوگاش یکم گوش کنید، باش صحبت کنید، درخواستش رو قبول کنید و از طریق این چیز آبی که اینجا اومده برگردید به اول غار. اسم این باسی که الان زدین من جونشتون اسم بردین پچزه، یه NPCه که در آینده یه ست آرمور فکر کنم میتونیم از طریق کوست لاینش بگیریم و یه اسمش چی بود خدا یادم رفت، یه همون سنگا بگیریم بذاریم توی اسلات همون که حالا یه قدرتی به اون میده، با خدا اگه یادم بیاد توی این اسلات هم باید بذاریدش، دقیقا توی هم اسلایده، ولی خب من هیچی هم سنگا ندارم. یه دونه از اونا هم میگیرید که فکر کنم خوبه، یه دونه از اون سنگای خوبی هم هست. بشین باب زد در وقتی شد، بشین پای گلستون مسیر رو ادامه بدید، دوباره برگردید به همون قاره، هیچی درگیر نشید. ولی اگه اونا خیلی دوست داشتن باهاتون درگیر بشن درگیر بشید دیگه. خب بعد که بیاید میتونید ازش آیتم بخرید یا بهش آیتم بفروشید. این هم این طریق بهش صحبت کن دیگه، صحبتش تموم شد دیگه تموم. اسبتو آماده کن، این چستر هم واکن. این چست یه تن است ولی ما از قصد میریم توش چون میخوایم کوستلاین این یارو ادامه بدیم. یکم حرف میزنه بعد مسخرمون میکنه فکر کنم و این تله ما رو تلپورت میکنه به یه جون جنگلی که توی اون جنگل پر
سری خرس عجیب غریب. با اون خرس هم درگیر نشید به هیچ وجه. اگر درگیر شدید بدونید که مردید. حالا چیکار میکنید؟ یکم صبر میکنیم که اسپام بشیم. ماشاءالله PS4 داره پاره میشه قشنگ. یعنی میگم PC واسه بازی بهتره، راست میگم، ولی من با کنترلر بیشتر حال میکنم. میدونم هم میتونی دست کنی به PC، ولی خب PC هم اجزاش گرون میشه. اسپام که شدید باید کسی که به هیچ وجه درگیر نشید. بیاید اینجا پای این ستونه یه دونه نقشه است. این نقشه رو بردارید، نقشه این منطقه است. این بالا رو تقریبا اینجا بود مارک کنید. کجاست این هاشش و به سمت مارکتون حرکت کنید. چقدر فرست هست اینجا. اصلا حاکی من گفتم باید کجا بدم. خب برید به سمت مارکت شماره 1. این هم میبینید جلو میزنی و یکی میمیره، به این معنی نیستش که مثلا من نشونه گیریم خیلی خوب. به این معنیه که اون ولی گرفت اینا. به این معنیه که این جادویی که ما داریم استفاده میکنیم به سمت نمی حرکت میکنه. یه ریس رو فعال کنید و یک دور پاش بشینید. بعد که بلند شدید میتونید تلپورت کنید دوباره به همون غار. برید به سمت غار، یه بار دیگه برای با پچر صحبت کنید. بعدش هم کوست لاینش تموم میشه. تموم نمیشه، یعنی این قسمت از کوست لاینی که میتونستیم انجام بدیم و انجام دادیم. این میره برای بعد از زدن مارگیت بقیه کوست لاینش. همین مسیر دوباره باید پیش بیایم. وای نستیم. اینم از پچیز بشینیم با پچیزی صحبت بکنم. یه تجربه میکنه، بهمونم یه جسچر میده و کوستلاینش تمام میشه. الان میتونید بیاید ازش اینا رو بخرید. ترجیحاً آیتمی که من خودم بخوام بخرم این پایین طلایی است که البته میگم کاراییشو براتون، ولی خب کاراییش بعدن الان نیستش. حالا که نقشه این قسمت از کلید هم گرفتیم، نمیدونم چقدر شده تایم ویدیو، ولی نه ببینید چیه، به نظرم تا همینجا کافیه. خیلی ویدیو رکورد کردم، درنش زیاد شده، یکیش همینجوریش سخته. خلاصی که این بود از پارت اول الدرینگ. اگه دوست داری پارت بعدیشم بذارم حتما توی کامنت ها بگو. جسیات براتون بزنم. لطفا لایک کن. البته با این احترام میذارم بیشتر، ولی خب احترام گذاشتم به این که بخوای لایک کنی ویدیو رو. باری کردم تصمیم خوبی گرفتی. لایک کن ویدیو رو. اینو انجام نمیدی؟ انجام بده. این چیزیه. بیا بغلم ویدیو لایک کن و چنل ما سابسکرایب کن تا ویدیو بعدی که گذاشتم رو به سرعت بفهمی. دوست دارم. شبیه به مدت مدید. خداحافظ.